فیروزه؟ شما یک دیگر رو میشناسید؟ مادر شوفی فیروزه رفیق دوران دانشجویی هم خیلی شد او رو ندیده بودم. چه نقص؟ خدا شفا دید فیروزه. تشکر. حالا برآمدن ما لازم باز با میخوریم انشالله. تا باز دید. چرا میگیری؟ از خورسندی هم میگیرم. جگربندم روی افتاد. لرزیدن دستانتون باز سر شده ده؟ ندانم روزای آخر اوج گرفت. چرا داروهایتان رو نمیخورید؟ کجایند؟ همینجا باید باشد اما بعد خورده باید. فراز ماشین این چی کار کردی؟ چیز نشدش که برادر کوری نمیبینی خراشیده است. لعنت به کسی که به تو حجتی رانندگی داده است. اکا جان التماس لازم نی. دمت گیر تو بیشتر باز کسی خط دارم بزنی چایی ها؟ نکنه. ها با دوستون پول نمیارزی. ساز کن گویم بتوانی. اما ای به خودتون شد آخر. باز قبل نگردانده. تو میدانی من کیستم. روکن چی کار میکنید؟ من اکنون برابر شده. روکن با آیراتون یا با یگون کسی دیگر خبر دیم؟ نه. با کسی خبر دادن لازم نیست. چرا اینقدر خواطر شدید؟ چه خیلی که گفته بودم اویله‌مون مرا پرت افتند. اصلا از این هم مشکلاتی وزین‌تر است. من منصوبی اویله‌ی کلان هستم. آنها می‌خواستند که مرا زورم به پسر یک اویله‌ی کلان دیگر دهند. اما من رد کردم. چون که عاشق پدر این بودم. وقتی که در دانشگاه می‌خواندیم نکاحی مخفی کردیم. این طور ما را جدا کردن نمی‌توانستند. اما او یک روز مرا به سبب پرتافته رفت و بعد چند وقت قطع نکاح ما آمد. او را جستجو کردم اما یافته نتوانستم. در آخر حامله‌دار بودنم را فهمیدم و اویله‌مان هم از این آگاه شدند. میدانید که این گونه واقعه‌ها در طرف ما چگونه حکم دارند. و جستجوی شما برآمدند. میدانید اگر قرار داده باشند تمام گوش نمی‌کنند. گپ زدن هم نمی‌مونند. فرمان قتلم را کی‌ها باز برآوردند. اگر مرا یابند می‌کشند. حالا این چیزها را فکر نکنید. استراحت کنید. به مکتب رفتنم لازم. اگر یگان احتیاج پیدا شد لطفاً زنگ زنید. تشکر. باز ما فخر میکردیم که پسری کلان داریم. بوزدل بوده ای کو؟ دادا آخر پاخر نکن. همه وقت انا میخلاستی در کمتر کار کودک برای میترسی. کمی مرد شو مرد ای. نه دادا در مکتب این خیل نیستم. میدانم در نزد رفیقانت خودت رو شیردل میگیری. در مکتب درسات رو خون. باز یکان نامقبولیت رو نبینم. حالا لبه فهمیدم ایلش حاضر می آیم. واقعه های گذشته رو به هیچ کس نگوی مایلش بین خودمون میمونن. تمام. جرن یک دقیقه ایست. گپ زده میتونیم. چی گپ میزنیم؟ برای تو شده بچه بلاها گرفتار شدم. اکنون پدرم به هیچ چیز اجازت نمیدهند. با من نزدیک نشد. برادر برای چی شدنش را گفتنی بودی؟ کار شدگی شد نپرس. حالا این رمان رو بیا کانتر بخندیم. دختری خانه هم آمده. با فکرم در زمستان خنک نخوری گفته با ماشین میارند. لیکن ماشین اتون هم ماشین بوده است.
در شهر با این عربا گشتن میمونند. برو با این هفته خنک اجازت میدند که چه گفتی؟ چی گفتی؟ چی میخوری؟ گبزن تکرار کن وقتی نشان میدیم فهمیدی؟ با شوخی نکن. کنی تکرار کن. چی گفتی؟ مرد باشی کنی یک بار دیگر تکرار کن. گبزن تو برای اینا همین خیلی انداختی. بگه باشون جواب داده نمیتوانند. بس شد اکا. بس اکا بس تشن رو گم شو از اینجا. رو روی گیر این رو. مراد مرد با من یاری دید استاد شفیق اونجا بود زده نتوانستم رفتیم همان برق رو یک لتو کوب کنیم. چی گپ شد؟ از کسی شرط خورده است به فکرم. علم ایسا رو از موسی گرفتنی. بیا رفتیم. بیا با همون برق سر بسر نشویم. این است مگر دوستی و برادری. وایما نکن. خودمون نوکک از بلا خلاص شدیم. بیا ما رو در بلا نمون. شما چقدر برادر هستید. رفتیم پشتی بولم شوید. تو از بعضی کارها بخبری. بیا بس کن از برای خدا. تو هم از او ترسان شدی. برق بخوبت بد واهیمه علاوه چشمتان را گرفته است. باز من فخر میکردم که برادر دارم. افسوس که خطا میکردم. مراد چرا و اینقدر بدخشم است؟ گوکان تشکر بر شما. اوشی جانتون شود. تشکر ینگه. اوشی جانتون شود. اوشتون تشکر. اکنون وقتی توضیح کردن آن سیاهی که در وجدانمان هست آمد. آقای مفید فهمیدید که وی در بیمارخانه بوده است؟ فهمیدم لیکن چرا نزد من آمدید؟ من چیکار میکنم؟ دنیا که مفید بیسرت خواه کرد. این رو بینیده سوری همه با من میرسن. البته هیچ کس ندارم که. شما کی به پیشتان نگریسته راه گشتن را یاد میگیرید. عاقل است اینجا. این چه خیلی نگاه تربیه نداری. گم شو و چشمم ننما. چرا گوکن رو انتخاب کردید؟ یک عائله کلان دیگر آدم نداشت؟ برادرم مفید اینقدر زود خوبی های عائله دراغل رو فراموش کرده ای. این آسوده حالی آرامی زندگیت همیشه از حسابی ما است آخر. از این سبب تو از ما قرضدار هستی. اینک وقتی ادای قرض آمد. فهمیدم اما او تا حال موری را آزار نداده است. اشتو را آدم میکشد. خودت میدانی برادر نخواهی آدمونی که به تو خواست دارن جایزیست را نشان میدی اما وقت تمام. یعنی تهدید میکنید؟ نه نمیگویم که تو را به قتل رسانند اما آن پرونده که قطع گشته بود باز از نو آغاز خواهد شد. دنیا پر از انسان هایی است که با آنها فرق خانه و حبس خانه نمانده است. مرا فهمیدی؟ گوکن مکتب میخواند. صاحب معلومات کافی است و این کار تماما راضی نمیشود. میشود مجبور است. فیروزه با اون بیناموسی دیگر رو هم میکشد و این کار رو میکند. شهری شدم گفته با دیهی کونه عادتهای نوارده نمیتوانی. آفرین. ایست کمی. لبای خولای گلسوم. چی؟ چه خیلی افتند؟ که ها آمدند؟ با کی مراجعت کردند؟ نام یگانتش را نمیدونید؟ مایلش فهمیدم حتما با من خبر دهید.
алло ёфтанд дар Истанбуланд کمی آروم شوید. маро ёфтанд илтиҷо мекунам ба ман ёрӣ диҳед حاضر می‌آیم. شما درحال به پلیس خبر دهید. майлаш биё духтарам биё سراغای مکتبش را گوی نزدیک است. همین نزدیکی‌های نمی‌دانم. گوکان؟ پسرم چرا با مکتب نرفتی؟ همینطور. شکر که دیداری که کن جانم نصیبمان گشت. از دیگه سلام بسیار آوردیم. این چی به انصافی است، این چی به وجدانی است. گوکانم را قاتل میکنند. چیکار میکنیم؟ خدایا به ما مدد کن. در اصل یک راه است اما چی زود بگویید. حقیقت را به گوکان گفتن. با پسرک تو فرزند اصلی ما نیستی میگوید. گوکان رو مثل شایما از دست میدهید. چقدر توخت میکنی؟ اینطور باشد راه دیگرش من میکنم. نمیخواهم که پسرم به حبسخانه افتد. چی ها میگوید مردک؟ دیگر چاره نداریم. بگذار من حبسام و حال و جوان است. بیچاره چیزی را ندیده است. خدایا خودت به ما مدد کن. تو حالا نمیدانی آخر باری ناومده ای ولی ما بسیار کلان است. ما 5000 نفریم. 5000؟ بسیار کلان. در برابر تو 5000 برادر است. همش تو را میشناسند، میدانند. مرا؟ البته تو را با آنها هم خون هستی. به خدمت تو همیشه تیارند. پدرم در باره شما چیزی نگفته است؟ من نمیدونستم. این را فراموش نکن پسرم. شان و شرف انسان این عائله اوست. انسان برای شرفش یا میمیرد یا میکشندش. گوکان زود به خانه درا. چرا؟ به خانه درا گفتم. دومی پسرم را سرده محمود. این کار را من میکنم. نمیشود برادرم. تو بیمار نمودی؟ شفا یافتم. تو این رو در دستت گیر. نه برادر، این کار تو نیست. فهمیده گیر کلان ها که حق قرار را برآوردند. تو از عهده این کار نمیبرایی. این را دان. گوکان به کشتن آنها وظیفه دار است. تا یافتن اون شخصان شما نمیتوانید به خونتون روید. جای کار و خونتون برای شما خطرناک است. ба куҷо равам хонаю дар надорам охир. زیخ نشوید، برایتون جای میابم. سلام معلم. ناراحت نکردم؟ از شما یک خواهش دارم. آقای مفید، اگر شما نگویید خودمون به او میگوییم. به پسرم خاطر میشه گفتن آسان نیست. گفتنش آسان نیست میگی؟ شما یک چیز را نمیدانید. گوکان فرزند من گوش کن برادر. با اینجا هم برای دیدنی تو و هم برای حل یک مسئله بسیار مهم آمدم. با اجازت رفتیم. کمتر گپ دارم با تو. مرا گوش کن پسرم. دوستی و برادری همش گذراست. اگر از پشت چون یک عائله کلان باشد، تو
تو هم صاحب قدرت و هم صاحب قوت هستی. برای همین برای بردوامی شان و شرف عائله بزرگمان به همه چیز راضی باید شد. برای من چی وظیفه داده باشند با چشم گفته باید به اجرای آن شویم. فهمیدی؟ همینطور نه؟ از ما چی وظیفه طلب دارن؟ حالا این دختر زید عرف و عادتی ما برآمد، به ناموسمان چنگ زد، ما را شرمنده روی عالم کرد، مسخره دوست و دشمن کرد. برای تازه کردن این افلاسی یک شیر دیر لازم است. نفهمیدم اکای محمود. با قرار مجلس کلان شوندگانمان این دختر را تو باید به قتل رسانی. من؟ گوکن جان، این وظیفه بسیار مقام بلند دارد. این وظیفه را تنها به قهرمانان میدهند. پسرم، آبرویمان را دو چند نما. این بدبخت را نیست کن. کلانهایمان این وظیفه را به تو لایق دانستند. این وظیفه را به هر کس نمیدهند تا در سیمایان کس دلیری را نبینند. معلوم میشود که آنها در تو این دلیری و جسوری را مشاهده کردند و توی وظیفه را لایق دانستند. افرانگوی، آیا از دستت این کار میبراید یا تو ترسانچه که بزدیل شهری هستی؟ هستی اکا جان، التماس لازم نی. دمت گیر تو. چه گوشی؟ چه گوشی؟ از اودش برایم قهرمانم. مالش قبول میکنم. قوده که این زن و فرزندی او را میکشی، شرفمون را حمایه میکنی. عادت ما این است. قبول میدیم. پسرم نرو. زود باش، از پیمان خانه برآمدن نرود. پسرم راه گردان مردک. حاضر تاکسی گرفته می آیم. مایلش در وقتش آمدیم. او اینجاست. رو حل کن یگید. زنی هم اونجا بوده رو؟ از زود باش. این خیلی بیناموسا رو نیست کردن لازم تا عبرت دیگران شود. زود باش، زود. تو میتوانی گوکن. بیا. اگر تو نباشی خدا جانم رو گیر میگویم، اما تو هستی جانم، دخترم. زود باش. دیوانه، زود سوار شو. زودتر. بیدم. سبیل.
خواطر نشوید. معلم ملک شما رو خوب نگاه و بین میکند. نمیدونم چگونه خوبی های شما رو برگردونم. تشکر به شما. عجبا آنها باشند. بین با یک مرد دیگر یافته است. ندانم باز یکی دیگر یافته است. بیرو هردش را پران فهمیدی؟ اینجا همش باید حل شود. نباید که زنده مانند. کودک دورا در بغل. این کودک همان بیشرف است. خوش آمدید عزیزان. کنیگو کن اکنون به پیش از پیکار. بینه چی می شود. مرحمت به خانه دوید. زودتر سوار شوید زود. ای خدا گیرد. بیا زود سوار شو. الو پلیس یاری دهید. با ما تیر خالی میکنن. یاری دهید. به فکرم آنها عقیب ماندند. نه مرا آروم نمیگذارند. تو مرا نکشند نمیمانند. دخترکم از دست دادیم. در تگی دستمون بودن. در پیش چشممون بودن. فرموده نتوانستی ها؟ چی؟ من یکم برودم کشته بودم. در هیجان افتادم. دیگر تکرار نمی شود. خب مایلش زیغ نشو. دفعه دیگر در پیشانیش میپرونی. فکر کن قهرمان یک عائله بزرگ میشوی. چشمت رو نپشت پران. اکای طاهر چه گفتند؟ گفتم راضی شد. هر ماه یک مقدار از معاشم میگیرد. همش رو میفهمونم. جواب ده اخی. شکری خدا. همش پسی سر شد. ای جورا بیا مونه درس میمونه دختر. بسیار زیبا شدی دخترم. مانندی لختک شدی جانکم. حالا هم باوری ندارم که پگاه توی دارم. همش تمام. یکون کمبوتی نیست؟ نه خواهر نشم. ماشین هم تیار. بازم گپ زدم. اوچه جون جانکم. آن روزهای گذشته باید همش را میفهمم. سبب ترک کردنم را نیست. شاید به تو میگفتم. البته من گناهکارم. تشکر نجمیه خانم. نمیارزد استاد علی. این وظیفه انسانی است. خونمون قوطی برین. چه خیلی میغنجه موچه؟ هیچ گپ نه دخترم. یک شب بوده است. مهمان عطای خداست. پسی در کردن لازم نه؟ بیزار شدم از خونه هم از خوبی هایت هم. این زن چیکار میکند اینجا؟ ندیدی از پشت او با چی مشکلی ها گرفتار شدم؟ دخترم یک دم خب میکنی ور دمت گیره. خوش آمدی دخترم. نوری دیده تاج سر. اکای علی کاری که شما کردید هیچ کس نمیکند. خدا نگهبانتون. شما را زیر خطر گذاشتم. خواطر نشوید. پلیس آنها را البته مییابد. ببخشید رفتنم لازم. روید از پسی کارتون شوید. در بچی
شد آخر آرام شو بس بوده بیا این هم از غم و اندوه درس سیر کردن نمی شود اگر نگذاریم انا بعد غم و درد رو بین آخر سرم گران شد اکنون به سرم هیچ چیز نمیده روید اگر میشد مراد سر را باز کرده علم را جا میکردیم و میپوشاندیم چیزی باشه باز با ما گپ میزنن ها نه خود قهر کرده باشه ای خدای خداوند من مغزو رو عوض کردن میخوام تو باشی باز بگو کم وصل میکنی یا با استاد علی گوییم ای نه استاد علی کودک بر این قهر کردگیش رو رفته بابای میگوییم تیاری ها چطور؟ همه‌اش نقص به شوهر میبرایم متاسفانه مثل برادر به تو کمک کرده نمیتوانم اکا این خیل نگوید همه‌اش درست آخر نمیدانم میخواستم تو را با دست خود به داماد سپارم اوه اکای مهربانی من روزهای بهترین رو میبینیم انشالله چی شد؟ آنها رو یافتید؟ یافتیم و لیکن گریختن باز پگاه می رویم پسرم را قاتل میکنید به حالش مانید انصاف دارد یا نه برادرم مفید تو تماما شهری شده ای کو؟ ینگه هم مثل زنهای شهری زبانش دراز شده است بیا پسرم گوکن حاضر رفته استراحت کن بگاه تو را کاری مهم انتظار از قهرمان نامت مشهور می شود همه تو را احترام می کنند شبت خوش قهرمان بعد توی پینور زندگیمون رنگ دیگر میگیرد خودی حاضر با آیله آزان زنگ میزنم پدرش گفت که بعد توی پول رو روان میکنم باز دیر نکنید البته میایم خواطر نشوید سلام علیکم مرحمت معلم دارید نه نمیدارایم فیروزه خانم خوب هستند تماما از حجره‌اش بیرون نبرومد و خوری دعوت کردم بر اومدن نخواست در وقتی نبودنمون او نباید تنها باشد او را تنها گذاشتن ممکن نیست استاد همه در توی میشوند او را به ما امانت میکنید من حل میکنم اما تا آمدن ما گویید که در را به کسی نکشایند میلش من میرسونم خیر استاد خدا حافظ خیر جونکم موفقیت خیر استاد من تیور نخواد به این کاری موتیج دست زنی بس کنه دوچه من کودک نه چیکار کردنم رو میدونم و پیش پهلوان سرم حاضر با مکتب رو باز پای نبرند فیروزه را یافتیم با تو خبر میدیم
خوب شده است. شوهر آن بشرف در مکتب شما معلم بوده است. دیشب فهمیدیم. کی بوده است؟ نامش اوزان. استاد اوزان؟ اول ناموز بعد شرف. بعد فیروزه نوبت اوزان می شود. قرار آیله چیزی باشد همان می شود. آرایش مویم ویران نمی شود؟ آخر همه ای قوطی گل رو بسرت ریختی. این رو بین. خور پشتک برای شدی. در 20 سال یک بار به توی می رویم. بس بودگیست باز آینه نشکند. هیچ گپ نیم نوش رو میخریم. دیدگی تو رو کلین میگوید. به جای پینور باید من میشدم. تو هیچ از همین گپایت نموندی ده؟ چی کار کنیم؟ با گذشته سلامت. به شما یک چیز گویم؟ چی میگویی؟ اگر امروز همین نگاه ویران نشود نام من ژالینه. میدونید استاد اوزان رو یک زن دوست میدارد. اوف ژاله از خودت میبافیم. اکنون قبول کن تموم توی میشم. ماینش باور نکنید میبینیم. اکا اونجا شیرینی بسیار بشود ما هم میرویم. ها حالا هم کودک برای شیرینی میگویی؟ خواهی رفته راهش رو بسته پول گیره. گوکان دیروز خفه شده رفت. دیروز هم نیست. خرگر به فکرم. گوکان رو من میشناسم. این طور نیست. عصبانی شده است. دیر یا زود می آید. انشالله. اکنون با نوبت همه‌تان میخوانید. مراد سر کن. نگر دوستم بجان خرابم ما پیندار که سلاح کرد این کارم. نه سلاح کرد نه دشمن درد دنیاست این همه حالم. گوکان دوست داد مرا آزار دشمنم کردم بیزار. امره اولین ضربه رو از فلک خوردم گفتم شاید عشق شود مهربانم. دیوانه‌وار عاشق شدم بی‌وفایی کرد معشوق. مرد مردن و زیستن چی باشد اگر در دل عشق نباشد؟ جرم از این هم بدش باشد به من نگر اگر خوش باشد. معلم آخر این سرود رو ما میدونه. بابای آرخان هستین آخر چه خلالی نوشته است ها؟ بله سرود هم یک نوع صنعت بدیعی است که در ادبیات همان مبخی خاص دارد. اکنون با من بگویید سبب غمگین شدن انسان در چیست؟ به فکرم کسی به غرور شاعر سخت تاثیر رسانده است استاد. غرور شاید برای تسلی دادن خود این سطرها را ایجاد کرده است، اما برای غرور این گونه تسلی چه ارزش دارد؟ چون که عاشق کسی بوده است و از فراق او بی‌طاقت شده است. خشم و غضبش را روی کاغذ آورده است. کاش که همه خشم و غضبش را به واسطه شعر بیان نموده آرام شود، زیرا روز تا روز کشتار زیاد شده ایستاده است. زیاد، خیلی زیاد. این طور باشد کم روزنامه خوان کم اون وقت زیخ نمیشوی. یگان فکر دیگر هست؟ استاد جوان را این گونه حالت به خود میکند از این سبب هضم کردن نتوانسته است. ببینید بچه ها اساساً موضوع سرودها دو خیل می شوند. یکیش به دوست بودن دیگرش اون کردنی دوست. در هر دو حالت سوز و گداز است. اما استاد آیا شعری با غم نامیخته می شود؟ حیات خودش سراسر غم است. استاد وقتی که من خورد بودم افسانه و قصه های بابایم پر از غم و اندوه بودند. به فکر شما قصه حضرت یوسف غمگین نیست؟ تشکر مراد. من هم موضوع را با همین قصه فهماندنی بودم. در آن قصه غم و اندوه است، اما از بدوستی یا اینکه از گم کردن دوست نه.
برعکس اینجا شکایت از فراق دوست می باشد، یعنی درد فرقتی که عاقبتش وصل است. آخری قصه چی می شود کی بداند؟ استاد آخرا راستی غلبه میکند و برادرانش خطاگیشان را میفهمند. دیده دریغ ما اندو نکین است، نه نفرت نسبت حیات. اینجا تنها سوزش دل است. عجیب، هیچ صرفم نمیروم. اگر یاد داشته باشید باری وقتی که جمال امک نای می نواخت این موضوع را فهمانده بودم. قمیش را از قمیشزار آورده نای میکردن. کسی را پوف کند از فراق وطنش می نالیده است. بله، نالیدن او همین را می فهماند و انسان را فرح می بخشد. این نمود موسیقی ها هستند استاد؟ البته هست. اگر خواهید پارچه از آن گوش میکنیم. زمانه تو میگریونی مردان زنانه هم پیه هم جوانه زنم همراهی آچمر پگاهی شب و شب میکنن با هر بهانه خانم شده ویرانه دری انبار خانه همه کشادم کی شدی کم بده غم تو نتانه ایره خدا میدانه ماشین های فسانی پیش مان رئیس جانشین شم دوانه فقط پول میتوانه 12 سال شید من به جای کارم جدا از جوجو از باملانه فقط خدا میدانه اگر مرا خفه خوش تو منی من سرم را به تیا کش میکفانه او خونه میچکانه. خوب، درس آینده باز در این بابت مفصلتر صحبت خواهیم کرد. حالا باشد همه به توی. تماما از خود رفتند. من حیران اجازت نمیدادم و لیکن استاد آزن بسیار التماس کرد. گوکن ایستو یکدم. چی میخوایی؟ بچه ها اینجا باشید، حاضر ماشین میآید. چرا این کارو میکنی؟ ما با تو چی بدی کردیم ها؟ راست میگوید. به زنگهایم جواب نمیدهی. خودت میایی میروی. کار دارم کار. شما رو گوش کردن نمیخواهم. استاد آزن رو ندید. بیهوده تو از ما میرنجی. گوکن تو نمیروی؟ نه استاد من توی پوی رو ناز نمیبینم. اگر آمدن نخواهی از تو یک خواهش دارم. اگر کار نداشته باشی از این مصیبت ها خلاص شویم. یکمین کارم با پدرت گپ زدن، اما حاضر خاموش بودن لازم. ایستو. کیستی؟ مرا استاد علی روان کردن. خوش آمدی. بیا درو. شادم که تو را خوشبخت میبینم. باز بعد توی برادرت رو فراموش نکنی. نگوید بعد از این قدر سالها یافتم نه خود باز از دست دیم. رفتیم دخترم کم موند. کنی دخترم بخور. استاد علی رو از کجا میشناسید؟ خدا او رو به من فرستاد. اینقدر انسان خوب. به فکرم حاضر در مکتب است. به خانه عقد نکاح رفتند. استاد آزن زن میگیرند برای همین. چی؟ حاضر میایم زنگ زنم. زن میگرفته است. اینجاست او اینجاست. او رو یافتم محمود اکا.
بعد میگویم چی گپ شد. حاضر چیکار کنم؟ فهمو کارو حل میکنم. کجا گم شدن اینها؟ به پلیس مراجعت کنیم چی؟ از آنها یاری طلب کنیم؟ این دفعه قصد کشتنش را میکنند، بعد او را نجات دادن نمیتوانیم. از انتظاری جگرم میسوزد. آنجا پسرمون حیاتش را میسوزاند. ما باشیم دست و پایمون بسته. من میروم. به کجا رفتنم را میدانم. با مقصد نکاح نمودن این دو جوان و قرار مقامات صح اینجا جمع آمدیم. در حضور شما شاهدان از فرزند یوسف پینار آقچند میپرسند شما جناب آذن را به شوهری قبول دارید؟ بله. شما فرزند حلیم آذن دغلر محترمه پینار آقچند را به زنی قبول میکنید؟ اوزن است. کی باشدی؟ اینجا چیکار میکنی فیروزه؟ میدونم باید بر وقت گپ میزدم اما نشد. اوزن زینب دخترت فرزند تو. چه؟ این راست است؟ بله. دیده و دانسته خواهرم را فریب دادی. چرا این کار کردی؟ بگو آخر. حیات او را سوزاندی. راست میگوید. نمیدانستم که فرزند دارم. چرا او را فریب کردی؟ استاد، فیروزه از یک عائله کلان است. یک چند مرد مرا تهدید کردند. گفتن اگر دنبال دختر را سر ندی هم تو را هم او را زنده نمیمانیم. برای هر دویمون مجبور این کارا کردم، اما قسم که فرزند داشتنم را نمیدانستم. بعد اینقدر خوبی هویتون کورنمکی کردن، اما میدونید در جستجو هم هستن. دیر یا زود مرا مییابند. برای فرزندتون کردید. آیا آزن نمیدونید؟ خودتان رو به جای من گذارید. همش رو برای اون کردم که فرزندم به صاحب نموند. من رو ببخشید. شد زیق نشوید. کاری درست کردید. صدی روحی یک فلاکت شدید. کاش که زنده نمیموندم، میمردم. این طور نگوید. در بیمارخانه شخصی که به شما خون داد آزم بود. به زنده ماندن شما او سبب شد. راستی؟ بله. کاری شدگی شد. اکنون با حسیات نه با عقل عمل کردن لازم. آنجا بودن شمایان خطرناک است. حیات هر دویتان زیر خطر است. بهتر به خانه برگردید. اینجا بودن دیگر معنی ندارد.
خودش چی گپ گوکن؟ بعدی با شما گپ زدن آمدم نیست. باز از دست داده من. استاد زنگ میزنن. لبای استاد اپای فیروزه از خانه گریخته است. با شماست؟ البته حاضر میایم. آها خب. استاد علی میگوید که فیروزه را به خانه بر. سعید بدم افتاد. او رو زود به خانه بیار. آنجا حل میکنیم. مایلش. تشکر. شما رو بسیار زحمت دادم. گوکن جان ببخش تو را هم زحمت دادیم. هیچ گپ نه، وظیفه همون. صحبت کردن میخواهی؟ سرم اونقدر بیجا است که نمیدونم چیکار کنم. اکا جون حال رفته استراحت کن. این مصیبت رو یک جای پس سر میکنیم. اکا این چی مصیبتی است بر سرم؟ همه این کار یک خیر دارد. از یک خطا رها شدیم. شکر کردن لازم. اکنون به خانه رفته استراحت کن. شما چیکار میکنید؟ مکتب میروید؟ مرا ببخش. تو را آگاه نکرده رفتم. اما باور کن سونیا ها برایم مهم بود. به سرت مثل باری وزنین آویزان شدم. چی کاری که کنم خدمتت را برگردانم نمیتوانم. تشکر. تو پسرک خوب هستی. من پسرک نیستم. البته نیستی. الکی جوان مرد شده ای. باید با پینار باشیم. حالا تنها بودن میخواهد. آخر نمیفهمم. مادامی که زن و فرزند داشت چرا اونها رو پرتافته رفت؟ آخر باید تا آخر مبارزه میبرد. کس برای دوست داشتش چیکارهایی که نمیکند. مگر همین طور نیست معلم؟ او از دوستداریش نکرده است. یعنی از کشتن فیروزه ترسیده است. اوف. استاد علی. نوریا خانم ببخشید ناراحت کردم. نوریا خانم آرام شوید. استاد بسرم تنها شما آمدید. یاری دهید. گوکن یک کاری گنده کرده نیست. گوکنم قاتل می شود. چی خب قاتل؟ آرام شوید. درست‌تر فهمانید چی گپ شد؟ استاد نمیدونم. گوکن را آنها وظیفه دار کردند. میخواهد که یک دختر را کشد. کی؟ چه خیلی وظیفه؟ اویله شب حرم از یک سلاله کلان ها هستند. آنها میخواهند که فیروزه نام دختر را به قتل رساند و گوکن را به کاری باید وظیفه دار کردند. خدایا خداوندا. والله با من خیلی خدمت کردی. گرسنه‌ای؟ بیا یگان خوراک تیار کنم. هیچ چیز نمیخوام. بدنم درا. چی کار میکنی؟ دستم رو سرده. زود باش عصبم رو ویران نکن. آخر من اپد میشوم. حاضر با تو نشان میدم. بدنم درا. دمت را گیر. درا اینجا شی. تمام گوگم آرام شد. چیزی که میخواهی میکنم. دمت را گیر. این رو باید در وقتی شرفی آیله ما رو فسدن فکر میکردی. تو از آیله ما هستی؟ البته. تمام گوگا جون. لیکن بعضی چیزها رو نمیدونی. التجا میکنم من رو خوش کن. با من نه. بازای نبرهم کن. برعکس من او رو از تو برای ناچه خلاص میکنم. میخواهی که به مادر بابای رسد؟ دمت گیر. گریه نکن. اکنون دیر شد. وقتی مردنت شد. التجا میکنم نکن. با من نه. بازای نبرهم کن. بیهوده گپ نزن. آخری دعایت را خوان. تو رو فریاد دادم. خواهش میکنم نکن. تو روزی های آیله ای. من
گناه ندارم. گپ نزن. دیگر حق نداری. جزایت همین تمام. گناه ندارم. گوکان بیست. استاد شما همراه نشوید. التماس میکنم مرا نجات دهید. گوکان چی کار میکنی؟ تا پونچه رو از کجا گرفتی؟ یک بار به خودت نگر. به کی مانند شدی؟ استاد شما نمیدونید این زن ما رو شرمنده کرد. او را کشت ناموست رو تازه میکنی ها؟ قاتل یک انسان میشوی. کودک را یتیم میکنی. آیا این است ننگ و ناموس مردانگی؟ نزدیک نشوید استاد. این زن باید بمیرد. دیگر راه نیست. گوکان دیری که از این سلاح میبراید تنها یک زنی بگناه را نمیکشد. تو را نیز میکشد. امید و آرزویت را، آینده‌ات را، عائله‌ات را، همش را. بعد کشتن چی شدنش را فکر کن. حیاتت را فکر کن. این دنیا و اون دنیاات را میسوزانی. محمود آقا از رویش معلوم که جیانمان کار رو حل میکنه نه؟ البته جانم. کمان صبر کن. دکان رو گفته زود میرویم. همه قصه ما رو میگویم. نه پروان. قهرمان اویلا من میشوم. نه پروان. تو چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ شد کارو حل کردم. پهلوانم. هم پدرت هم مادرت با تو فخر میکنند. توزیق نشو. ما آنها را تنها نمیگذاریم. تشکر. خوب پروندی ها. زنده نبود. نه دیگر زنده نمیماند. نجوم میبینند. اوچا دادا دمون تاگیر. خب رفتیم تیسر زودتر رفتیم. قسم که نمیدانم در کجاست. سهر از خانه برآمد دیگر نمیدانم. گوش کن برادر، پسرت یک کس را پراند. حالا او در بیمارخانه از پسی دیگرش شده است. او را پنهان کرده. کاری خوب نمیکنی. بگو او حالا در کجاست؟ گپ زن. آیا من میخواهم که او حبس شود؟ آخر او فرزند من است. اما به خدا نمیدانم کجاست. با پسری که نمیخواهی حبس شود چگونه تربیت دادی؟ بین آدم میکشد. اکنون نامش قاتل شد. کی میداند باز چند کسی دیگر را میکشد. انصاف کن و راستش را گوی. در کجاست پسرت؟ وگرنه تو را اینجا دور و دراز مهمانداری میکنیم. فهمیدی؟ شب رو اینجا روز میکنیم. وگرنه در اونجا بازداشت میشویم. رفتیم. اکنون این بیشریفی اوزن رو از کجا میابیم؟ او رو هم کشیم کار به انجام میرسد. فیروزه مور اوزن رو نکشم نمیشود. پدر و مادرم در شعبه پلیس باز یک جنایت دیگر صادر کنم. گوش کن. کارو کردی اکنون. فرقش چی؟ اینش یا وایش. کارو سر کردی انجامش ده. بکلنا چی میگویی؟ فیروزه را کشتم اوزن را نرسیدم. اینطور میشود؟ اوزن در مکتب است. امروز درس دارد.
انا قهرمان اینطور می شود. سلاحات در دستت؟ بله. در بین آدمان را پران. تماما نترس. اگر دیدی کسی صدی راحت شد او را هم پران. این را پوش که کسی تو رو نشناسد. با پیش پهلوان مردیت را نشان ده. 5000 آدم با امیدی تو هستند. مرا شرمنده نکن. رفته. آنجا نگاه کن. چی گپ هست؟ تینجی؟ اوه خدایا. مکورس ایست. پلیس اینجا بیا. الو کمیسر زودتر بیایید. ایسا یک طرف ایستید. ایسا گم شو. یک طرف. گم شو از اینجا. آرام شو. از جایت نجوم. آرام شو. گپ زنیم. دیگر جای گپ نیست. جای مردنت اینجاست. نمیدانستم که فرزند دارم. من اکنون آنها را نگاه بین میکنم. پدری میکنم. خطا کردم. من فهمیدم. خطای تو نابخشیدنی است. تو دختری سلاله ما را حامله کردی. تو خودت کی هستی؟ التجا میکنم نکن. اکنون فهمیدم که فرزند دارم. کشی بجان و دل نزدیکم را قتل کردم. خیال میکنی با تو رحم میکنم. دروکشو گوکن. با این طرف گذارم این جایم. گوکن دروکشو گوکن. دروکشو گپ زنید. یهودا زحمت نکشید. عمرش تمام شد. نباید. استاد در رو شکنید. نجوم میگویم. اشترا میگویم. راه رخ شوی. اشترا میگویم. خودتان رو به دست گیرید. پراکنده شوید. رفت. این کارو کردی؟ حیوان دیوانه. بیعقل شده است. دختری پرانده است در بیمارخانه جان داده است. دادا باید ادوکات می اومد. حاضر قرار می براید. حالا هم هیچ کس نیست. حکم میکنم سنگ گوکان گوچلو از سبب قصدن کشتن 2 نفر شهروند به محکمه کشیده شده است. با او جزای وزنین قرار کرده شده به مهلت 25 سال و 9 ماه حبس کرده شود. 25 سال؟
42 ساله شده بعد آزاد میشم. خدا نجات دهد برادر. خدا نجات دهد. تشکر اکا. با فکرم باری اول آمدی. چند سال دادن؟ 25 سال و 9 ماه. اوه خیلی بوده است کو؟ در این مدت تو زیغ میشوی. با تو یگان کار دادن لازم تا که زیغ نشوی. یعنی جاروب را گیر این جاروب. تو چی ها میگویی؟ من فرزند اویله بزرگم. پسرم در اینجا از کدام سلاله بودن ادام نمیپرسند. اینجا همه پادشاه، همه آقایند. گیر جاروب را زود. نواستو دیگر کسی نیست؟ رفیقانم، دوستانم. کسی نامد پسرم، کار داشتند. با دیدار قاتل آمدن نمیخواهند؟ درست. با دستانت چی شد؟ تو رو چی کار میفرمایند اینجا؟ اهمیت نده اوچه. از تقوی محمود یگان خبر است؟ بعد اینجا آمدنی تو نه کسی میپرسد نه سراغ میکند. گوکن ها همان آدم را دیدی؟ آنها خویشاوندان منند. با دقت باش، آنها از هیچ چیز نمیترسند تا آنکه یگان چارهش رو یابم. تا خودت رو احتیاط کن، فهمم؟ همین تب شدن میخواهی؟ اگر پروانه آینده همین چه میشود؟ آیا قهرمانی همین است گوکن؟ آیا سزایت همین است ریختن خون بیگناه؟ آیا قهرمانی است؟ تمام دخترم، همش گذشت. آروم شد. فهمیدم استاد، مرا از بلا نجات داده. فهمیدم. جانی اوچه، آفرین، میدانستم که این کار رو نمیکنی. صدا نیست. چیکار کرد این کودک؟ شنیدی؟ پراند فیروزه را کشت. استاد باور میکرده باشند. مهمش شد. تمام. تو فهمیدی که چی کار میکنی؟ فهمیدم استاد. چرا اینقدر دیر کردی؟ آخرین یکمین جنایتش. چرا با این راه آمدیم؟ اکنون یک ساعت انتظار میشویم. هیچ گپ نه؟
تسلیم شوید پلیس هم نزم چی گپ خودش بیشرف آفرین دکان کاری ارزنده ای کردی. ما را فروخ زد بچه احوالمان را بین به کلانها خبر دادن لازم دانند که در بینمان خواهین است باید فهمند که جزایش را دهند اما باید عبرت گیرد که جزای خواهین چیست سلام اکا یک تلفن کنم ممکن بعد وقت زنگ زدنم لازمه مرحمت تشکر نمیخوام مرحمت аз шумою гукан бисёр миннат дорам гукан дар хотир дор мо акнун бегона нестем شما اپا میشوید آخر از یک ویلیم کو شاید با راهی بدی وامی خورید اما امیدوارم آن واخوری بد به نیک مبدل شود. خوش آمدید رفیق کمیسر مرحمت شنید افسوس که تا من خوش نآمدم گوکن را فهمیدن که به پلیس خبر داده است و از قشلاق آدم فرستادند در همه جا گوکن را میکوبند خدایا مدد کن یگان کار کرده نمیتوانید کمیسر این وضعیت را فهمیده در حال در نزد خانه پلیس گذاشتیم اگر گوکن از خانه بیرون نبراید مشکلی نیست انا اکنون مردیم جناب مفید ممکن درایم بله استاد بله چه فکر دارید؟ گوکن تا آخر عمر در این خانه بوده نمیتواند که عاقبت باید بیرون براید نمیدانم استاد هیچ چیز را نمیدانم یگان کار کردنتون لازم این خیل نمیشود از دستم چی میآید زد یک آله بزرگ برایم میخواهید در اصل از این راه خلاصی هست یگانه راه همین که چگونه راه به آنها گوید گوکن پسرخواند شماست و از یک خون نیستید شاید یگانه سبب رها یافتنش همین باشد اما این سببی از دست دادن گوکن می شود دیگر برایم نگاه نمی کند راه یگانه همین است برای فرزندتان باید این کار را کنید برای خود او از او دست کشیدنتان لازم چی شد چه؟ یکان خبر است؟ نه اما یک راه نجاتی تو را یافتیم براستی؟ چی خیل؟ گوشم پسرم سبب اساسی متحده عائله این همخون بودن است از این سبب همه اعضاهای عائله جانفدای یکدیگرند آخر فهمو اگر به آنها گویم که تو اعضای عائله آنها نیستی ممکن که تو را عفو کنند چی خیل می شود؟ با تو چی خیل فهماندنم را نمیدانم اما تو مثل شیمه فرزندی اصلی ما نیستی چی؟ چی هم میگوی دادا؟ پسرم ما تو رو چند سال پیش شد دروغ میگوی برای نجات من دروغ میگوی پسرم بارم شو مرا شما کلام کردید من فرزندی شمایم البته فرزندی مایی جانو جگری اما از یک خون نیستیم خودت گوی پسرم بارش رو پایه کردی
боре ба ту мисли бегона муносибат карда будем. кош ки мекардед. ин қадар сол маро фиреб додед. ба шашмонам нигариста дурӯғ гуфтед. агар фарзанди аслиам мебудӣ аз ин зиёд туро дӯст дошта наметавонистам. аммо нестам. фарзанди шумо нестам охир. ман дар ин хона бегонам. чӣ мегӯӣ? ин хона хонаи туст. хонае ки инҷо солҳо боз маро фиреб додед. ҳайф наход ки 17 сол бо дурӯғ маро калон кардед. сад афсӯс. گوکن استاد медонистидан писархон будам. فهمیدم اما حاضر وقتی عصبانی شدن نیست. آرام شو. خوب فکر کن. چگونه آرام شوم؟ من هم مثل شیما به جستجوی والدین اصلی هم میروم. سرگذشت تو دیگر است. تو عائلت رو از کجا میابی؟ مادر او خودش آمده بود. گوکن مرا ببخش. نیتم تو رو رنجاندن نبود، اما حالا به سرت مصیبت آمده است. کمی صبر کن. خوب فکر کن. بعد نتیجه براری کن. دیگر اینجا بودن نمیتوانم. مایلش به خانه من بیا. یک جای نشسته مسئله رو حل میکنیم. خوب؟ سهر با آقا گپ زدم. آقا مفید را عفو کرد چونکه او از خون ما نبوده است. چه خلاف کرده است؟ ما چکار میکنیم اینجا؟ فرقش چی؟ آخر او ما رو فروخت. ما رو به این احوال آورد. امر آقا همین است یا زیزی سخنانی او میبراید؟ حرمت آقایمون البته با جا میاریم. مادامی که چنین لطف کردند ما نیز راضی هستیم. لبای بفرمایید کمیسر. بازداشت شدن؟ تعلقه نیست یعنی؟ تشکر زیاد برای خبر دادنتان. تشکر. منت دارم. اوه خدایا، این طرف تلفن، این طرف در. پینار گپ دارم اوزم. بسیار فکر کردم، بسیار گریستم. کدام دختر در وقتی مراسم تویش این خیل می شود؟ کدام دختر در روز خرسندیش این خیل شده است؟ برای چی اوزم؟ برای کدام گناهم؟ راست میگویی. مرا ببخش. راست گفتم برایم هیچ چیز رو ایفاده نمی کند. درونم می سوزد. جگرم خون است. اگر می توانستم از اینجا بر اومده می رفتم. به این حال تو سزاوار نیستی. غمگین هم نشو. به همه این من گناهکارم. گناهکار تنها تو باشی، اما جبر دیده زیاد است. از همه زیادان کودک زینب. من نسبتی او این کار رو کرده نمیتوانم. من از بازی میبرایم. تو نزدیک زن و فرزندت رو. پدر باید با فرزند باشد. والله همین طور جمالمک. چی کار کردنم را ندانستم. میروم گفت و خلاص. میفهمم پسرم، اما باید قبول کرد که اویله اینجا اشتباه کرده است. باید پسرخوان بودنی او را از اول میگفتند. دروغ دیر یا زود روی آب میبراید. من هم چندین بار گفتم شما به او بگوید اگر از کسی فهمت خوب نمی شود. گوکن از این خبر ناراحت می شود، اما فهمیدن نمی خواهد. اکنون بینید چی واقعه ها روی داد. تصویرها به تو معقول شدن پسرم؟ معقول شدن آن سوی صد حیران ماندم. امکی جمال به رفیقانت هم معقول می شوند؟
албатта маъқул мешавам. چه نقشه دارید جمال آمد؟ پگاه به درست مهمان شوم. فیروزه دخترم یک کس نزدت آمده است. کی بوده است؟ Yanarım sevdiğim, içimde aşkın bitmez. Aylar yıllar geçer, ah bu dert tükenmez. Sevdiğim inan sensiz, belki bir ömür geçmez. Yarim gönlüm kaldı senin ellerinde. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. İmkansız sevgilim, ah imkansız aşkımız. Zamansız sevgilim, zamansız aşkımız. الگه همه چیز را فهمیدی. خواهی باز از دهان من شنو. اصلا تو گناهگار نیستی. اما تو همه رو بفهم. تنها با یک کودک نوزاد، سرسام و سرگردان. اگر خواهی دخترمان را یک جایه به وای میرسانیم، عائله خوشبخت میشویم. بس بوده که اینقدر عذاب و شکنجه. اگر مرا ببخشی توی میکنیم فیروزه. من فرزندم و مادر او را بینوا دیدن نمیخواهم. مایدش چرا اینقدر زود خودت را به قفا کشیدی؟ زنک از کیم کجا پیدا شده و زن را از خود کرد؟ نخواد آدم اینقدر ساده باشد. آخر فرزند دارد نمیفهمید. در بدبختی کسی خوشبختی نمیسوزی. زن عاشق زارت بود، کمتر مجبور میکردی، اما باز تو خودت را با دلی پاکت فدا کردی. در زندگی از عشق دیده چیزهای مهم است. من باوری دارم که کاری درست کردم. آفرین دخترم، آفرین. اکنون شین و گریه کن. با آزن کارو حل کردن نمیتوانیم. کریدیت هم گرفتن نمیتوانیم. چیکار کنیم بچه؟ داد نزن، فکر دارم. اگر از پینور پول پرسیم چی میدهد؟ این طور باشد هم صاحب میراث و هم صاحب شرکتی باید میشود ها؟ نه، نباید این طور شود. یعنی شاهیگریمون برباد میرود ها؟ برای به دست آوردن ثروت راه دیگر میابی. به سرم یک فکر آمد. نمیدونم از دستم میآمده باشد. چی کار بوده است؟ پگاه خواهی فهمید. کمی با صبر باش.
наравӣ намешавад. дигар ягон роҳ надорад. ҳамеша ду роҳ ҳаст. осон аст магар солҳо як одами бегонаро падар гӯӣ баъд фаҳмӣ ки падари аслият нест. аз барои худо камтар мантиқан фикр кун. чӣ шудааст падару модари аслият набошад? муҳимаш меҳр аст. меҳр дуруст. меҳру муҳаббати онҳоро ҳеҷ меҳисобӣ. қарорам қатъист. беҳуда худро ғам надиҳ. нақстар фикр кун Гукан. салом бачаҳо. шинед? гуканҷон ҳамин ҷои? бале устод, ҳамин ҷоям. ба ҷоят гузар. бачаҳо, имрӯз барои шумо як сюрприз дорам. як меҳмон ба зиёрати мо омадааст. бифармоед ҷамол амак. ташаккур бачаҳо. аммо мебинед ки танҳо наомадаам. ин кас донандаи санъати эбру. ҳоло ба шумо чӣ тавр тайёр кардани ин санъатро нишон медиҳем ва каме суҳбат мекунем. умедворам баҳрае мебаред. хоҳиш мекунам каме андеша кунед. инак фикр кунед ки ин оби шаффоф шумоед. ҷаноби ҳалим бошад оилаи шумост. шумо мисли ҳамин оби шаффофу пок ба дунё меоед. аммо барои сиҳатию саломатӣ, хушбахтӣ ва инсони комил шудани шумо заҳмати аҳли оила нақши муҳим мебозад. албатта барои ҳамаи ин муваффақиятҳоро ба даст овардан иштиёқи мо зарур аст, то ки аҳли оила дилшикаста нашуда барои саодатмандии дунёву охирати мо ғайрат кунанд. мушкил аст, аммо барои ояндаи нек дигар роҳе нест. инро бояд шумо хуб дарк намоед. барои шумо онҳо шабу рӯз хоб намекунанд, заҳмат мекашанд. ё ин ки рӯзи аввали ба мактаб рафтанатонро ба хотир оред. баробари шумо хурсандӣ мекарданд. онҳо низ бо шумо гӯё бори аввал ба мактаб мерафта бошанд. як бор ба хотир оред. боре ҳам хоҳиши шуморо рад накардаанд. дар ёдатон намеояд? фикр кунед. барои хушҳолии шумо аз насибаи худ канда беҳтарин чизро бароятон харидаанд.
والدین هم خطا میکنند. بعضا شما را خفه میکنند مثل آنه که شما آنها را میرنجانید. اما فراموش نباید کرد که آنها نیز انسانند. انسان به خطا نمیشود. برای شما اونقدر زحمت کشیدند، شب و روز خواب نرفته شما را به وای رساندند. برای یک خطاییشان همه این زحمت‌های آنها را صرف نظر کرده آنها را ترک کردند. با مانندی با یک حرکت دست نیست کردن این زیبایی است. جبر بر مهنت می شود. راست می گویید. نیست کنم گوکن. اینقدر مهنت رو با یک حرکت دست نیست کنم. نه امک جمال، لازم نه. خطایم رو فهمیدم. آچه جان، داده جان، از نو باز یک اویله شدند. خیلی خوب. علی جان، بیا یک جای یک پیاله چای بنوشیم. جمال من، حالا باید نزد پینا روم. با او بودنم لازم. درست. بعد اینقدر نصیحت ها تو را ایست گفته نمیتوانم. اویله مقدس است. میدونم زیق شده ای، اما کاری درست کردی. همش میگذرد. برای کمی فراموش کردن باید یگون کاری دیگر کنم. نمیدونم چی کار کنم. جناب علی، اینجا چی کار میکنید؟ بعد آن حادثه ها وان نخورده بودیم، صحبت میکردیم. برای واقع دیروز مرا ببخش دخترم، اما من خوشبختی تو را میخواهم. برای آن که تبی تو را بریده گردانم تمامی شب فکر کردم. دخترم، میدونم که آیره اصلیت رو میجستی و تو بر وقت گفتنی بودم، اما نشد. برایت سورپریز دارم. شناس نمیشوید؟ با کی؟ با اکاد؟ نهایت تو را یافتم.